خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم شأن می‌فرماید به بندگان موحد خود استعیذ بالله ادعونی استجیب لکم. ای بندگان من، ای پیروان من، شما هر جا پروردگار خود دعا کنید دعای شما را مستجاب میکند. یعنی چی؟ پروردگار مهربان داریم که هر جا که پروردگار را فریاد بزنیم الله به داد ما میرسد. اون بنده ای که پروردگار را میشناسد و پروردگار خود رابطه خوب دارد میدوند که هر جا که به پیش پروردگار خود محتاج میشود تضرع میکند، الله او را میداند، الله او را میبیند. پیامبر ما شما را تعلیم میدهد ای امتان من، پروردگار مهربان دوست می‌دارد بنده ای که دعا میکند و بعد می‌بیند بنده ای که پروردگارش دعا نمیکند، یعنی به درگاه پروردگارش تضرع و عاجزانه خود روا نمیکند. به همین خاطر ما همه بنده های گناهگار هستیم، همیشه دعا کنیم، همیشه توبه و ندامت پیش پروردگاری که رحمتش همه دنیا را گرفته است، همه نعمت بهر من تو داده است، همیشه دعا کننده باشیم. در دیگر جای قرآن الله مهربان میفرماید استعیذ بالله لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من، شما از رحمت پروردگار تو، از مهربانی و شفقت پروردگار تو ناامید نشوید. به همین خاطر برادران هر کجا که باشید بنده به عصیان نمی شود، آبی روان بیخس خوشاگ نیست، آدمیت ای پاک نیست. ما همه بندگان گناهگار هستیم، عاصی و رسیا هستیم. الله میدونست به علم خود که ما گناهگار میشیم، ما بنده های عاصی میشیم. به همین خاطر پروردگار مهربان برای من توبه و دعا و تضرع عجکا کرده است، آفریده است. به همین خاطر هر کجا که باشید پروردگار خود دعا کنید. الله متعال میگه بندگان من از رگ گردن شما با شما قریب هستم. پروردگار ما را میبیند. به همین خاطر پیامبر ما را تعلیم میداد همچنان پروردگار را عبادت که الله هم میبینی و اگرچند تا الله نبینی الله ترا دیده است. به همین خاطر هر کجا که باشه، چی در خرسندی، چی در زیقی، چی در شب، چی در روز، در هر کجا که باشیم پروردگار خدا دعا کنیم، الله خدا فریاد کنیم. الله دوست می‌دارد بنده دعا کننده شه. دعا اسلحه مؤمن مسلمان است. هر کجا که مؤمنی که دعا میکنه عاجزی خود به درگاه پروردگار میکنه، الله او بنده را دوست می‌دارد. به همین خاطر کوشش کنی همیشه زبان تو با دعا و تضرع استغفار به سوی پروردگار تو باشه. در حق همدیگر دعا کنی، از همدیگر دعا بگیری. جناب رسول الله صلی الله علیه و میگه ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. شما پروردگار را دعا کنی و یقین کنی که الله دعای شما را قبول میکنه. فان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل. بدرسه که الله قبول نمیکنه دعا را از قلب غافل. ما دعا کنیم و هوشمون دیگه است باشه، ما دعا کنیم پروای زبان نباشیم، ایت نمیشه. همیشه دعا کنیم و به دل یقین کنیم که الله قبول میکنه.